به یاد نام خدا. سلام علیکم هموطنان نازنین، انشالله که جور و صحتمند باشین و این آب و هوای سرد زمستانی و آخرای زمستان بخیر و به جانجوری سپری کنین دوستا. از ما خب بسیار بارانی است، یک شب یک روز میشه که خوب باران جانانه میباره و انشالله که باران بخیر باشه، یک ذره جذب زمین شوه که کمابی نشه. خوب هستین انشالله عزیزای نازنین، هموطنان گرامی علاقمندا به چینل سلطانی، انشالله که همگیتان سر حال باشین دوستای نازنین و در کنار ما باشین، ما را حمایت کنین و برنامه ما را تا آخر ببینین دوستا. خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه ما و ما را بیننده هستین از چینل فامیلی سلطانی دوستای نازنین. عزیزای دل هموطنان گرامی، ما امروز میخوایم که البته شخصا خودم میخوایم که یک مرغ کنجدی آماده کنم دوستا، که مواد از این شامل 2 قاشق کارنفلاور، 1-2 دندانه سیر، نیم قاشق مرچ سیاه، 1 عدد تخم مرغ البته سفیدیش، برگ نوش پیاز، عسل، سای ساس، کنجد، سینه مرغ و آرد دوستای نازنین. البته اگه چیز دگم باقی ماند با زور پسند براتان میگم و اضافه میکنیم دهش. در ابتدا شروع میکنیم به توته کردن مرغ. ما دستای خودم میشویم، گرچه دستای ما بار بار شستیم اما بازم یک بار دیگه میشویم دستای خودم. حالا میاییم به خیر شروع میکنیم که امی مرغ توته کنیم. مرغ هم شستیم، از قبل آماده است دوستای گرامی. من اگر دستکش بپوشم باز اذیت میشم، خودم نمیتونم امرای دستکش درست کار کنم، به او خاطر میخوایم که اول دیگه کارایش بدون دستکش انجام بدم، باز وقت مخلوط کردنش که در دل شما عزیزا بگیره که نگوییم که والا ما سر ما خوش نمیخوره قسم، به او خاطر باز من دستکش میپوشم در وقت گرد کردنش. اینمی استخوانکشم جدا کنیم دوستای گل. بعد از او باز میریم به توته کردن باقی ماندهش دیگه. عزیزای دل، کسایی که به برنامه ما به چینل ما یک جا شدن، سابسکرایب کردن، برشان خوش آمدی میگم. خوش آمدین، صفا آوردین، انشالله که تا که من هستم شما باشین. عزیزای دل اتو نکنین که سابسکرایب کنین و باز برین. دید برنامه بسیار کم شده عزیزا، فکر کنم که حمایت نمی کنین، فکر کنم که یک برنامه دو برنامه را که میبینین و حتما مطابق میلتان نمی باشه، خوشتان نمی آید و میرین که میرین دوستای نازنین دیگه. اگر ببینین خوش میشیم، اگر خودتان نمیبینین حداقل تلویزیونکایتان روشن کنین که یک ویو بخوره. اگر خودتان ندیدین پروا نداره، البته این لطفه بکنین دوستای گل دیگه. دید برنامه ما بسیار کم شده، حمایت هایتان کم شده عزیزا. آرزو دارم که حمایت هایتان از این پس بهتر شوه، خوبتر شوه دیگه. خوش آمدی میگم براتان و برای کسایی که از سابق همراه ما هستن یک دنیا سپاس، یک جان سپاس. کامنت های زیبا میتین، حمایت میکنین، زنده و سلامت باشین، خداوند به همراهتان باشه. عریر جان امروز با ماست، بسیار گریان داره، بسیار گریانو کس عریر ما دوستای گل دیگه. ترق پرق دارن که باش که عریر جان چپ شوه. این گوشت به این اندازه توته میکنیم دوستا، این تو باز به این اندازه که توته شد آماده شد دیگه کارهای خدا میکنیم. ایشو هم دود پرتیم. این مرغ به این شکل عزیزای دل توته میکنیم همگیشه. باز مواد که داریم تمامش در این مواد مخلوط میکنیم، برای نیم ساعت استراحت میتیمش. باز نیم ساعت بعد بخیر میاییم به پختنش دیگه. از حمایت گپ میزدیم دوستای نازنین، کسایی که سابسکرایب میکنن خواهشن ادامه بتن، با یک سابسکرایب کردن دوباره دیگه نرن، همراه ما باشن، همراه ما ادامه بتن، برنامه را دایم ببینن که چی شود
که یک کمک بر ما شوه و همچنان ما را حمایت کرده باشند. این دوستای گلی را جور کردیم. این حال یک ظرفک میگیرم که ایره دیگه یخته کنم. اینجا بندازم. سیره البته نمک که ضرورت بود سیره کوبیدیم امروز، دیگه نمک ضرورت نیست. این مواد را که از قبل مانده بوده ممگیش میپرتیم. سویا ساس است. ما سویا میگیم دیگه نمیفهم که شما چی میگین. اینجا سویا ساس میگیم. اینه ده قاشق از این مندازیم. و تخم مرغ چی میکنیم؟ سفیدیش میگیریم و زردیش میمانیم. اینا نمی مواد همراه ازی خوب مخلوط میکنیم. دیگه ازی که همراه قاشق مخلوط کردم دست من نزدم دیگه ضرور نیست ازا که دستکش بپوشم به خاطر که دستم داشت تماس نکرد. خوب هم میزنیمش که این تمام از این مواد مخلوط شود. البته مقدار نمک ما کافی بود. من تقریبا نیم قاشق نمک انداختم، نیم قاشق غذاخوری. خود پر نه که شور نشد استاد پیشتا. این گوشت آماده شد، مخلوط شد دوستا. اینا روی از یک چیز رو میپرتم میزنم پلاستیک میمانم. بعد از او فقط نیم ساعت بعد باز میاییم با آماده کردنش. دوستای نازنین 30 دقیقه استراحت دادیم. گوشت که در این مواد اخته کرده بودیم. این حال مواد دیگه که برای زی مرغ کنجیتی ضرور است، لازم است. دوستای نازنین شایسته است. 2 قاشق رب است، رب رومی. 1 قاشق روغن مایه است. اگر شما روغن کنجد داشتین میتونین روغن کنجد اضافه کنین. 1 قاشق بوره است، کنجد است، سویا ساس است، عسل است و برگ نوشپیاز یا نوشپیاز است دوستای گل. و همچنان اگر سرکه سفید داشتین میتونین 1 قاشق هم سرکه سفید اضافه کنین. ما سرکه سفید اضافه نمی کنیم به خاطر که سرکه خوردن نمیتونیم. از او خاطر من سرکه اضافه نمی کنم. شما میتونین سرکه اضافه کنین یا به غیر زی روغن مایع نباتی میتونین روغن کنجد استفاده کنین دوستای گل. این حال چی میکنیم؟ اینمی رو به مندازیم. 1 قاشق آب به ما اندازه هم 1 قاشق میگیریم. این 1 قاشق آب میگیریم در این مندازیم که ربا مزی پاک شود در این زمان یا محل شود. روغن 1 قاشق روغن، عسل، یک قاشق دیگه تا پایین شود از قاشق دوستای گل. یک چند دقیقه که در بر میگیره، چند ثانیه البته. این دیگه 1 قاشق که دیگه چون که 1 قاشق فوق العاده پرش تو قدر پر نی. این 1 قاشق عسل دیگه را اضافه میکنیم. دقیقا 2 قاشق است. اینه ببینین 2 قاشق است دوستا. ما فهمیدم که رو اینجا چی میگه. اینه دیگه پیش ازی که عقص نامد خدای جل جلاله. حالا میاییم دوستای گل. یک سلام با دوستا، خدا کنه جور و صحت باشن. هر کجایی که هستن مردم واقعی صدا کنن.
معرفی کردیم دیگه، حالا خودت تشریفات بدی که مهم. چی میکنی. علیک سلام از طرف دوستا، خوش آمدی به برنامه. این دوستای نازنین دو نیم قاشقم، یک قاشق، دو قاشق و نمیشه نپسه دیگه. نیم دیگه. این نیم قاشقم، یعنی که دو نیم قاشقم سویا ساس، یک قاشقم بوده، یک قاشقم بوده. تمام از این مواد خوب هم میزنه. گشنیز چی کنم پیدا دیگه؟ تخم گشنید دهی به درد میشه نمیخوره، انداخت یک گشنیز. دهی به درد نمیخوره رامین جان، چرا که این مرغ کنجیتی ما طعم شیرین داره، و او خاطر دهی تخم گشنیز نمندازه. این مواد تا وقت میزنیم دوستای گل که چی شود؟ بوره حل شود در داخلش. بزران دیشب زیاد بودید. تا به این پیشتر میبارید، حال حالا نمیفهمم. میبره کم کم. خلاص دیگه. باز نه چی کردم اون چای سابقه که چی بود نه خوش کنه. نه؟ موزیک اولا بود بالاست اصلا. جانا باز یک نل ماندم کمی یا و باران راستم چوت در شد. چابره، بسیار کار خوب، یک چی میگن؟ کار نیک کردی. حداقل او زوی نره جوی نره. دوستای گل این مواد با هم زدیم، یک جای مخلوط کردیم، حالا اینجا میمانیم. اینال امی گوشت که در این مواد قبلی آماده کرده بودیم مخلوط کرده بودیم در اینی پتنوس اینجا میمانیم و یک صافی ما میزنم. پتنوس که خشک باشه. اینال چی میکنیم؟ امی مواد تمامشه عزیزای دل میگیریم، امی گوشت یکه یکه بشین که خوب دمی کارنفلاور قطع میتیم. اینجا یک مانده میریم. کارنفلاورش هم میتکنیم. بعد از او در این پتنوس تمامش هم میمانیم و روغن برش متوسط، نه سرد نه بسیار داغ جور میکنیم. ما روغن از قبل ماندیم، منتها گاز هنوز زیرش روشن نکردیم، تیار ماندم روغنه. دیگه تمام این مواد که در کارنفلاور زدیم آغشته کردیم، باز میریم بخیر در روغن. باران که امروز دیدم به یاد گذشته افتادیم وقتی سابقه خانه کردی بود دیگه. جانا خب دیدیم باز میچکید باز خانه یا من دقیق زیادتر وقت چکک میکرد و هم عامل اصلیش خودمون بودیم. به خاطر که چی میکردیم؟ با ما رو کاغل میکرد خدا باشه با کلام میپدر. باز ما دیگه در سر بام از کوچک زیادتر سر بام بود. میشه دیگه برام به دو سدولت شما رو میگه نداری که با ما کار بشه گیره بگوید بخصوص دمای عمل که گلام باشه و تو بدوی دیگه در زمستان رو میدارید و بار بشه تمام با ما تکه تکه میشه. باز دیگه ماه عمل بیافتاده که باز چکک باز پرستی که میگفتن نمویسه چکک میزدن باز یک تارک اوزار میکنن از زیرش تشت نمیدن باز اون راست میبادن چک 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 نمیکنن دم تار میامد دیگه. دم تار میامد چی میگن کار نوجور کردن دیگه از که چند جای چکک کنن یک جای کلش دم یک جای میامد. راستی هم مردم ها سابق بسیار ما مردم در جنجال بودیم. حالا دیگه گپا نیست، کم کم بعض خانه هم یالم است حقیقتش در چکک ما لط خودم میخوردیم که از دست شماست. شما دیگه تپک خور بودین، تپک خور میگن تپک خور میگن
باز ما دیگه میفونید گناه ماست. باز اگه دو کنم میخوریم. دو خلاص میشدین خوب بود. از زدن کندن خدا نگاه کنه. باز میره تا خاکستر میگفتیم. باز در خاکستر چی میشه؟ ولی تو هر بند میشه. بند میشه. میبری بالش لغت کنی. خودتان بری لغت کنی. لغت. چی وقت داری کنی؟ گذشت زمانه گذشت، دنیا در ترقی است، دنیا در پیشرفت است. حال کلگی کوشش میکنه که خانه را کانکریتی بسازن، خانه را چپه میکنن، خانه کانکریتی میسازن. به نظر ما وقت خوب بود چرا که عود میاد جای جذب میشه زمین پر زمین. اینا رو کوشا کلش کانکریت شد. عود راست هم میشه در جوی از جوی میره در دریای کابل. از دریای کابل هم به همسایه. به همسایه. و خوبه که جذب میشه خود کوشا پس کوشا جذب میشه. میره دیگه اینمه تو دوستای گل را اینجا گپ میزد قصه داشتم رایتون. ما دیگه اینمه تو دانه به دانه کل زیر باید ده کانفلاور آغشته کنن. بعد از این که آغشته شد باز دیگه تکمیل شد. باز میاییم دوباره بالای سر کاسه روغن استاد میشیم عزیزای دل. باز نوبت چی میرسه؟ نوبت کاسه روغن. من دیگه یکان دفعه تیر من میارم دو دانه کانفلاور میزنم به خاطر که در این حالت هم آدم خسته میشه دیگه. یا یک دانه بگی کانفلاور یک نفر دامن زمین نه نمیشه. نه باز تو کانفلاور نمیگیره اون چیزی که باز ما میخوایم ازش. ما باش میکنیم. نه خب باز آدم بر دیگه کاسه که بی‌حوصلگی کردرم اینجا باز چیزی که آدم میخواد به دست نمیاد. اگه آدم میخواد که غذای مزه‌دار نان مزه‌دار بخوره باید حوصله داشته باشه. در غیر از اون نه دیگه. در غیر از اون خونه بنده خدا واره کل رو بگی سر به سر پرتو پیاوه چی میگه؟ یخنی آشام یخنی پرتو، دالم یخنی پرتو، قرمه رم یخنی پرتو، برنجم یخنی پرتو. خود زنه میتره نه رنگ نه روغن نه سرخ کردن نه هیچ چیز. ماجرا خدا باشه یک قسم که یک زن بود میگه کمجوی میگه که سلام میگه که اولا پختنه بیتار سوزن دوختنه. یک نفر میگه تیش سگه برای بچه از آن حالا بیخی بشید یه با دیر خانی خودون خواهی گرفت نکاح که بود خانی خود میبری شب شد بروش تو منجوری میسار ها گفته خیلی گیری پتک رو نان بخوری. این زن دیگه گرفت این منجوری میبر کلش پتک پتک خیلی بروش طولا کده شب اندار بشه برای کار سگه دوشیست خواهد بستم دیگه بی علاو پختن یعنی بی آب و علاو پختن. ای مکرم ایران چی بود میره خدا قبول کنی گفت بسیار یک چهار مدت که باز رو بگی به من احتمال چی شد بیدارم گرفت که چشمکات کرد قشی کرد سرشانه ویش کلش گریه کرد به من اوه والا گویی خیلی خیلی بوسی دار مالکت شما شد سو گرفت گل دریان داختش لکه شما خوب یک سنگ کارم پسا کرد دریان داخت که گل بخزید بود که بود از من یک نفر دیگر مسکین بدبخت نسید. حالا چی کنیم ما شما این نفر دیگر رو با متنع کنیم؟ بدبخت است خودش یک جای پسون یک قسمت به خودم بسیدین که نه زدم این چوب خود زدی دیگر هم اینجا شاید دیگه به خاطر ما خب میفهمی که سر دیگه کاسه خیلی زحمت میکشم بسیار وقت ضایع میکنم میگم باش که یک چیزی که میخوریم یک ذره رنگ روغن داشته باشه مزه داشته باشه اما حداقل اگه بخوریم شکم ما خب بدوای ما نکنه چطور؟ چی روان؟ نه شما دوستای گل اگه نشایسته جواری داشتین خوب میشه. من در خانه نشایسته جواری نداشتم نشایسته داشتم خلاصی مطلب دمی نشایسته آماده کردم. شما باز میتونین که نشایسته جواری آماده کنین. در نشایسته جواری تمام از زیر این تا مخلوط کنین. خب عزیزای دل تمام این گوشتایی که بود
از مواد گرفتیم در کنفلور زدیم. حالا اینجا یک اینه ماندیمش، روغن ماندیم که روغن چی شوه؟ روغن حداقل نیم گرم شوه، متوسط باشه گرمیش، نه داغ داغ باشه نه سرد سرد باشه. عزیزای دل دیگه یکه یک دانه مرغا رو مندازیم، مرغا رو یک دانه مندازیم، شور نمیدیم حداقل من یک بار مرغ دوستا دینه روغن مندازم رامی جان من نمیمانه مرغا را همین توتای مرغ را که در کنفلور زدیم یکه در روغن اضافه میکنیم زیاد تا 40 ثانیه ایره شور نمیتیم. اینه ببینید روغن همه چیز روغن متوسط است، نه داغ داغ است نه سرد سرد. مرغا را مندازیم هیچ نمیمونی رو اینجا امروز مرا میخوایی زیر تاثیر ببری. خب و زیاد بیروبارش هم نمیکنیم عزیزا، اینه همه تا دور دور آرام آرام مندازیم. اینه یکه تا یک دفعه نمیشه با زیر 2 دفعه اینه نیم پتنوسه حالا اینه اضافه کردیم، نیم پتنوس دیگره بعد اضافه میکنیم یکیش سرخ شوه. اینم ایت سرخه که باید بیخی سرخ شوه نمیکنیم دوستایگان، یک چند دقیقه خواهید شورش دقیقه نه چند 40 ثانیه شورش نمیتیم میمانیمشه. بعد از این که 40 ثانیه سرش تیر شد ایره شور میتیم و بعد از اون یک کمک که فهمیدیم که سرخ شده بازی رو میکشیم. ایره که کشیدیم از روغن دیگهش هم اندازیم. همه تمام گوشت که آماده شد بعد از اون باز از هر دوباره دوستای گل یک چند دقیقه میمانیم، یک دقیقه میمانیم باز دوباره تمام میشه یک جای دم روغن مندازیم و از سر سرخ میکنیم که این رنگ چی رو بخواد بگیره؟ این رنگ اصل یک شوه. این اصل رنگش تیز است، اصل که کم رنگ است، اصل سرخ خونی رنگ شوه دوستا. نه امروز میخوایی مرزه تاثیر ببری را میداری از یک سو باران از یک سو پشانی آسمان هبر از یک سو مرا میخوایی زیر تاثیر ببری همونست که این دوستای نازنین یک چند دقیقه 40 ثانیه شد دیگه. ثانیه را اگر دیده باشین یک 40 ثانیه اگر شد این حالی را یک پشت روی میکنید. بعد از که پشت روی شد آرام کرده میکشیمش از روغن. اینجا یک تیار ظرف است دمی میمانه میناله بازم تکرار میکنیم امی کاره. روغن هم داغ شده گاز پخش میکنیم که دور اول روغن شیرگرمک بود که این دفعه روغن متوسط بود، دوره روغن داغ است که باز تا امی روغن بیخی گاز گل میکنیم که روغن داغ است تا یک دوره رو بگیریم دیگه دوره خدا نسوزانه آجانه به خاطر که دانه دانه باید انداخته شود یک جای نمندازیم. تا جایی که جای داره مندازیم دیگه. این قسمت هایی که خالی است انداخته میرم که دیگه در این دوره بخیر همگیش آماده شود. نه خلاص این بغل هایی که جای داره اینه مندازیم. شکی میسونه که زیر چشم خودم هست موقع نمیبینم نه این ایرم همه تا
اینال گاز پس روشن میکنم. به خاطر چی دوستا گاز گل کردم که روغن داغ بود نه. این باید ما در روغن که متوسط باشه پختی. در روغن متوسط به او دلیل اگر که میماندم تا این گوشتا تمامش مفتاد روغن بسیار داغ میشد. اینال دیگه ایره باز اینمت یک 40 ثانیه هیچ شور نمیتیم. میمانیم که تا آدمی روغن خود سخت کنه. به خاطر که باز همت بسیار خوب همتا قاق و پخته و چی میگن برشته میایه. چی؟ وینگ زیاد نکردم؟ رفتیم رستوران یک روز از روزها دوستان تو زدیم وینگز خواستیم کتب کدام چیز دیگه. خب این وینگز کاوت اگر نیمیده تو قصه کرا میجان تو به مزایش قصه میکنی. من یاد ندارم. نه برو قصه که دیگه من کار میکنم. دوستان چی بود؟ زیاد کردم؟ من چیزا بودم رای وینگز خواسته بود. وینگ داود یکی رو خودم وینگ بود داشت. هزون 12 دانه بود. خوراک بود 24 دانه. زیاد بود. دوستان سعی میکنم که نیست از پای ما بودید دیگه. از وینگز که در لینگز گفتی زیاده. همون هر سراغ دوستان زیاده است. چیز مدرمشون برای تو وینگ باید بودیم یا دومی وینگ نه وینگ تو سایت تحضیل کنیم. سوال مثلا زیاده تمی وینگ زنگ باشی که وینگ دوستان میشه که لینگ داشت. بسیار برای جالب تمام شد که آدم چه قسم چطور گپ جور کرد. گفتی وینگز نیست گفتی لینگز است. ما از تو وینگز خواسته این عزیزای دل ایران مینه بعد از یک پشتوری کردن میکشه. گاز گل میکنیم. میره برای 1-2 دقیقه بیرون میمانیم. در ظرف میمونیم 1-2 دقیقه بعد پس روغن داغ میکنیم در روغن مندازیمش. باز تا وقتی که رنگش خوده رنگه که گلابیگه کنه یا اصلیگه کنه باز بعد از اون میکشیمش از روغن و باز همون مساله را که تیار کردیم او را در ظرف مندازیم و این گوشتای پخته شده را در روش مندازیم و خوب شور میتیم و در پالیش چی میکنیم در سرش امی کنجت اضافه میکنیم. چند دقیقه 1-2 دقیقه منتظر میباشیم تا که این روغن ما هم تنشین شد باز پس میاییم. دوستای نازنین تا وقتی که دوباره مرغ در روغن مندازیم من از وقت استفاده میکنم و این نوش پیازم برش تیار میده میکنم. این همه به ما کفایت میکنه. این می اندازه کفایت میکنه دیگه همینجا گپ میمانیم. باز در یک وقت دیگه که ضرورت ما بود استفاده میکنیم. دوستای نازنین باز آمدیم که این حالا همی مرغ را که پیشتر از روغن گرفته بودیم این حالا مندازیم و تا وقت سرخ میکنیم که رنگه که اصلی برسیه. و چون توتای مرغ یکی خورد خورد از دوستا و یکی هم نیم ساعتی آغشته شد با مواد اخته شد دیگه ایده دلتان جمع باشه که نرم میشه. یکی خود گوشت مرغ نازک است زود نرم میشه. این دوستای نازنین هموطنان گرامی خواهرها و برادرایی که علاقمند آشپزی هستین و مرا دنبال میکنین دایم. من خب به خاطر که همراه شما قصه کنم گپ بزنم وقت دیر شود یگان آشپزی هم میکنم
و در ضمنش اینه میبینین که کم کم مرغ روبه سرخ شدن است. فقط 1-2 دقیقه میره اینه متا شور میتیم در روغن که خوب سرخ شد. بعد از او بخیر بازی از روغن میکشیم. رامی جان میگه چی وقت پخته میشه که بخوریم که مزدار است، اما تا نه شور است، نه شیرین، نه تلخ است، نه تند. بسیار یک مزگه که اما تا هم شیرین است و هم تند. حتما باید حوصله کنی، یا نکنی چیزی به دستم نمیه. در این آسمان ابر لب روی کشالش دلای آدم بیخی گرفته میشه عزیزم. من خب بازم میخوام آسمان ابر بعدم میای به اجازهتان که چی بگویم. تو اروپا بودی تو میگی؟ والا خدا دیده که نبود. بلژیم هست، هلند هست، جرمنی یه سجایی که تو والا من هیچ خوشم نمیرم اینجا نمی آسمان ابر. هفته 2 دفعه 3 دفعه یک دفعه اگر افتار باشه و روز دیگه ببینید که از تو باران ستا شام تا صبح دوستایی که فامیلایی که از دوستایی که از شکایت دارن میگن والا ما اونجا یک گذرانم نمیشه. اینجا بسیار کم آسمان ابر میشه و کمشون ما برداشت نمیتونم. من دلم تنگ میشه در آسمان ابر که هیچ گفتن هم خب فکر بود این دوج روز ایمیاره الله موفرش هم خیمه نمیایم اروپا دوستان. ویزه کنسل کنین مال نمیایم. مناز جان میگه تو از مکه چیزی هستی ما در مال روز شیشتیم که میگی من نمیایم. ها اما تو خواد گفت. اینه دوستان میبینیم خدا سرخ کرده رفته. رنگکش از رنگ یک قسم چیلک بود کبوتک بود از رنگ بر آمده. اینه رو به سرخی آورده. اینه خوب قاقم شده رفت. در این زمان وقتی که میده شور میتم برای من معلوم میشه که چقدر خدا قاق کرده. والا به پول از دفعه که 120 کیلومتر از دفعه و 50 نیتون نه به شمال هلند به جنوب واسه کنه. زبان بعض زبانی جالب. حالا بسیار خیلی جالب است. با زبان خود رفتیم موزیم رو جور کرد. هم کسایی کار کرده و لازم کارشون نوار میشه. اکثرش بانست میشه. در سر پول بند است کجا؟ آه سال کمانه. تو در پول میگی که تو نمیخوای در شخص بیش خوب نمیکنی که. اینقدر طولش خود زیاد است. من عرضشون زیاد است. چند سرکه خود بود؟ 2 سرکه است. خوب ارسان داره خیلی. 2 سرکی تو باز یک سرک باز کلا باز واسط داشتی باز جیب سرکان شده رفتی گولی در آفرین شمال هلند مردم تا کشور خدا آباد میکنن. شمال آلندن است باز اون تیر میشیم نیک از ما نیلیده باز 3 دوازی اتومات رو میشه آفرین اولی که دفعه زیاد میشه بازی دوازی اتومات رو میشه و او تخلیه میشه دفعه شاب بسیار جالب خب خدا نصیب کنه که ببینیم. البته سیاحتی باشه که بریم ببینیم چیزایی که جایی که تو دیدی را اینجا ما ببینم که خدا سر من احسازی که من اینجا رفتیم اینجا نه من بسازم یک شوخی کردم بعد یک یادواری بود والا نه دیگه چی نیست قابل تشویش نیست. اگه خودت کشورهای اروپایی را دیدیم ما یک چند کشور آسیایی را چکر زدیم دیدیم. این دوستای را ببینیم باشین که حالا گپ در مقایسه و گپا نشه. ما شوخی میکنیم که شما دق نیارین عزیزا دیگه. این رنگک ازی براتان معلوم میشه. رنگش بسیار خوب شد. این سعی کنیم که چه خوب اما تا چیام شده برشتام شده قاقم شده سرخ و بیریان میمونیم که روغنش نه دیگه میمونیم که 1-2 دقیقه روغنش بره. این دوستای گل امی ظرف هم میمونیم. باز امی ساس را که ای بار آماده کرده بودیم این ساس هم اندازیم میمونیم که تا این ساس جوش بیایه. یک کمک ظرفش هم آب بگیریم که یک قاشق آب دیگه
ساس را که آماده کردیم عزیزای دل، اینا میبینیم که کم کم جوش میآید. یکی اینا جوش آمد. این مرغایی که سرخ شده بود، یک پار مرغ یک پار مرغ در این پس اضافه میکنیم. اینا ببینید چه خوب کرپ میکنه. قوامت باید شود دیگه. رقم شمسه دست بگنه. اینا خوب بیره. دمی ساس که آماده کردیم. آغشته میکنیم. بسیار مقبول. اینا ببینید که چی یک رنگ گرفت. همون ساس که آماده شده بود برمی کاملا کفایت کرد. هم یک جان مرگیش نمیخواه که آغشته شود. میبینی؟ رنگ جماعت نمیشه. میگه اگه خواهی شوید نشوید از هم رنگ جماعت باش. اندم این عزیزای دل، این دیدیم که کلش هم رنگ جماعت شد. چی یک رنگ اناری مقبول و خود گرفت. این مزهش هم همه ترست بگه. مزهش هم عین امی رنگش هست. این حال چی میکنیم؟ به اندازه 2 قاشق 2.5 قاشق کنجد مندازیم عزیزه. اینی 2 قاشق کنجد بود که من انداختم. 1.5 قاشق که دگم از طرف اینی هم 1/2 قاشق که دگه. این حالیده چی میکنیم؟ باز خوب دمی آغشته میکنیم. مرغ کنجدی که میگن اینه به می خاطر اینه. با شما اگر روغن کنجد هم داشتین میتونین که اضافه کنین. من روغن کنجد نداشتم در حال حاضر موجود. اینه که از یک نان پاخته گرم باشه. و نوش پیازک های رام که میده کردیم برگ نوش پیازک در بیش اضافه میکنیم. غذای ما آماده است دوستا. اینه یا از مرغ کنجدی ما آماده شد. دوستای نازنین، غذای امروز ما یا مرغ کنجدی ما کاملا آماده است و برای خوردن تیار. دوستای گل ببینید چی یک رنگ داره، چی یک بوی داره و چی یک بویش شما احساس کردن نمیتونین ولی بویش ما احساس میکنم. رنگش خو میبینین کنجدها و همون کیف کانش براتان معلوم میشه دیگه. یک توتگک بگیریم میل کنیم ببینیم که چطور است. اینه مرغ کنجدی ما بسیار همه خوشتم از دوستای گل. یک شیرینی داره، یک کمک تندگک داره و در این زمان خودم این مزه کنجد و سویا ساس و گپا و سرخ شدگیش که چه خوب همه تا برشته شده بسیار یک مزه میده. اینجا دیگه میتونین دوستای گل آماده کنین بر یکان چی میگن وقتی که چی بود گوش نشده بودین خارج از مسئله نان چاشت و نان شو آماده کنین نوش جان کنین. بسیار مزه دار است. بسیار خوب شد. بسیار مزه دار است دوستان. نوش جانتان حتما آماده کنین دوستای گل. 100% دیگه اشتیای خوب براتان میخوایم. رام آماده شده. رامین جانم اشتیا داره که نوش جان کنم. من دیگه سلا نکردمش خواستم که اول خودم بخورم. مزهش فوق العاده است دوستای نازنین. دیگه اوی از مرغ کنجدی ما خدا کنه که تا آخر ما را دنبال کرده باشید و بپزین آماده کنین نوش جان کنین و در کامنت ها برای ما بگوین که مزهش چطور بود. آیا خوشتان آمد یا نه. دیگه بخیر و سلامت باشین نازنینا. سابسکرایب شیر
در این زمان لایک کامنت فراموشتان نشه عزیزا. برنامه بعدی انشالله بخیر کامنت هایتان میخوانم از بعض دوستا را. هر دوست که شانس داشت کامنتش میار بخوندن میخوانم براتون یک چند کامنت. در برنامه بعدی بخیر دیگه اینا رمضان رسید، آمادگی از بر رمضان بخیر. بارندگی آمد، بازار رفتم نمیشه در این باران پیس که بریم بخیر یگان زر سودا بیگه ها بیاریم دیگه. باز آمادگی ماه رمضان بخیر امرایتان شریک میسازیم دیگه. با ما باشین تا برنامه بعد و دیدار بعد. تک تک شما عزیزا را به خداوند میسپارم. خداوند یار و مددگارتان. الله حافظ.